نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بأيدي الروح القدس. سروران عزیز، معزار گرامی، آیاتی که قرائت شد، الله تعالی در این آیه اول سوره آل عمران بود. الله تعالی به تقوا فرا می‌خواند، به تقوا توصیه می‌فرماید و این مهمترین وصیتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن به کرات و مرات، یعنی زیاد آن را تکرار کرده، تقوا است. تقوا یعنی ترک گناه، زندگی اسلامی، زندگی شرعی، زندگی طبق دستور الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شما از دنیا نروید مگر در حالی که فرمان بردارید، نیکوکارید، توبه کارید، صالحید، شایستهید، پاکید، از دنیا بروید، با گناه از دنیا مروید. این توصیه است. اما آیات بعدی که خدمت شما خوانده شدند، آیه سوره حجرات، موضوع بحث اینه که مسلمانان با هم برادرند. دقت فرمایید، خیلی مختصر و فشرده عرض میکنیم، آیات را ترجمه و توضیح مختصر. اللهم صل علی النبی الامی، درودی میخونیم. اللهم صل علی. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات مطالب بسیار مهمی بیان کرده، من جمله آداب پیغمبر را، آداب گفتگوی با پیغمبر، مراعات حق و تعظیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و بعد امتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن سر و کار دارد و آن را تربیت کرده. به مسلمانان توصیه شده که نسبت به این امت شما حساس باشید، هرگاه اختلافی دیدید سکوت نکنید، بی تفاوت منشینید، بکوشید بین آنها صلح و آشتی برقرار کنید. در آخر می‌فرماید، از اونجا که خواندم: انما المؤمنون اخوه، بدانید که مؤمنین با هم برادرند. برادر تنها آن نیست که از مادر و پدر شما باشه. همه مؤمنین بنابر حکم الله، بنابر دستور الله، بنابر وصیت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برادرند. المسلم اخو المسلم فرمود. اینجا فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرند.
فاصلحوا بین اخویکم. اگر اختلافی در میان مسلمانان افتاد و اگر شما در اخوت دیدید که خدشه‌ای وارد می شود، ضرری و آسیبی به اخوت و برادری می رسد، شما ساکت ننشینید، بی تفاوت نباشید. فاصلحوا بین اخویکم، شما بین برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید. بروید پیش این، بروید پیش آن، مشورت کنید چه کار باید بکنید. بعد از این الله سبحانه و تعالی نصایح اخلاقی بیان کرده و این خاطر این سوره حجرات اسم سوره اخلاق هم بازی فرمودن. سوره اخلاق. اخلاق تنها این نیست که یعنی ما شیرین شیرین گفتگو بکنیم و از بن ریشهش بکنیم. اخلاق یعنی دارای صفات خوبی باشیم و از خصلت‌های زشت و از خصلت‌های بد جدا دوری بجوییم و حق مسلمان و رعایت حال مسلمان، شرافت مسلمان، این باید نگهداری بشه و از این دفاع باید بشه. 6 تا چیز را در این آیاتی که میخونیم بیان کرده است که اینا اخوت را به هم میزنند، اینا برادری را به هم میزنند، صفا و صمیمیت را از بین میبرند. اگر بین دو برادر، اگر بین دو همسایه، اگر بین دو فامیل، اگر بین دو دوست، اگر بین دو گروه صفا نباشد، صمیمیت نباشد، برای کدورت، بغض، کینه، بدخواهی، بدبینی، بدزبانی، زندگی اونجا بیکیفه. تو کاخ هم لذت نمی آید، ثروت هم لذت بخش نیست، اولاد هم شاید سبب خیر نشوند و انسان لذت نمیبره، پریشانه، احساس حقارت میکند، احساس ذلت میکند، عزت نمیبیند. لذا اینه که پروردگار ما که رب ماست این آیات را نازل کرده تا اخوت حفظ بشه، تا صمیمیت حفظ بشه. کارهایی که صمیمیت را، صفا را، برادری را، اخوت را، دوستی را مخدوش میکند، به دوستی و اخوت ضرر میرساند، الله تعالی از این کارها برحذر داشته است. و عجیبه که اکثر نهیه، یا ایها الذین آمنو، نخست این چیز مسخره. کی دوست دارد که مورد تمسخر قرار بگیرد، مورد ریشخند قرار بگیرد؟ انسانی اگر بداند فلان شخص، فلان گروه مرا مسخره کرده، اصلا دلش با آنها یک جا نمی شود، دل به اونجا نمی رود، کدورت احساس می کند، دشمنی اساس می گیرد، ریشه می گیرد. یا ایها الذین آمنو، ای ایمانداران، لا یسخر قوم من قوم، گروهی دیگر را تمسخر نکند، به ریشخند نگیرد. تمسخر چی عزیزان؟ تمسخر اینه کسی عیبی دارد، حالا عیب واقعیش هم است، یه عیبی دارد بالاخره، عیب اختیاری داره، مثلا گناهی دارد، یا واقعا عیب جسمی دارد، اخلاقی دارد، ما اون را ذکر بکنیم و مردم را، مجلس را، اهل مجلس را بخندانیم و جلوی اون کار صورت بگیره یا پشت سرش باشد، هم تمسخر هم غیبته. یا اسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، شما چی میدانید آنهایی که شما آنها را تحقیر میکنید، تمسخر میکنید، بر اونها میخندید، شاید نزد الله اونا جایگاهی دارند، شاید مقربانند، شاید نیکند، شاید نیک بشوند و اونا به بهشت بروند و شما همینجوری بمونید به بار گناه. عسى ان یکونوا خیرا منهم، شما نسبت به غیب اطلاع ندارید، نسبت به آینده هم اطلاع ندارید. اگر حال هم شما نمیدانید فعلا وضعیت چه صورتیه، شما یک جانب را میبینید، یک عیب را میبینید، ممکنه او ده خوبی دارد. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، گروهی از زنان دیگر را هم مورد تمسخر قرار ندهند. متاسفانه تو زنان این عیب شاید بیشتر باشد، مجلس های آنها طولانی می شود و مجلس های طولانی معمولا بزرگان گفتند
سهمیه شیطان هم از مجلس های طولانی و از نشست های طولانی شیطان هم بهره‌ای میبرد. بالاخره گپ خوب و آخر غیبت شروع شد، آخر مسخره شروع شد، آخر خنداندن و خندیدن شروع شد. لذا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ممکنه اون گروه زنان که مورد تحقیر و مسخره قرار گرفتن به هر دلیل، بنابر لباسشون، خصلتشون، خانهشون، جسمشون، عملشون، اونا شاید بهتر باشن نزد الله. به چه دلیلی شما اونها را حقیر میدانید؟ شاید از شما بهترند. و چطور شما قضاوت میکنید که شما بهترید؟ عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم. و نهی دوم اینه که یک دیگر را عیب مزنید، طعنه مزنید، لمزه مباشید. طعنه زن، الله طعن را دوست ندارد. پیامبران طعن نبودن، صدیقان و صالحان طعنه زن نبودن. ولا تلمزوا انفسكم. یک دیگر رخی اینجا تعبیر عجیبه، ولا تلمزوا انفسكم، خودتون عیب نزنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی به برادر مسلمان عیب زدید او از شماست، برادری او را الله تثبیت کرده. شما به او عیب زدید، به خود عیب زدید، شما خود را حقیر دانستید. ولا تلمزوا انفسكم. سه فرمود ولا تنابزوا بالالقاب. به یک دیگر لقب ما چسبانید. اگر عیبی داره مثلا نبی نمیگه اون کور، اون کر، اون شکم پاره، اون نمیدونم فلان، اون شکم، او از این کلماتی که مستهجنه، کلماتی که نامطلوبه، کلماتی که خوشایند نیست، اینها را به برادرتان مچسبانید. نام او را به خوبی بگیرید، کامل نام او را بگیرید. اگر دو نام دارد ببینید از کدام نام، از کدام فامیل خوشتر می شود، همان را تلفظ کنید، همان را بر زبان بیاورید تا بشنود خوش شود. لذا این سه تا شد. چهارمی چیه؟ گمان بد. نسبت به یک دیگر گمان بد مبرید، اصلا گمان بد نکنید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای ایمانداران از خیلی گمانها پرهیز کنید. گمان بد به الله هم نداشته باشید. گمان بد به الله چیه؟ گمان بد به الله اینه بعضی میگن ما که میدونیم ما را خدا به جهنم میبرد، ما که میدونیم در آخرت سهمی نداریم، باید چند تا غوطه بخوریم در دوزخ، ما که اهل جنت نیستیم. درسته ما نیستیم ولی گمان به ربمون نیک کنیم. حضرت رسول فرمود، حدیث قدسی، الله فرموده انا عند ظن عبدی بی، من کنار گمان نیک بنده‌ام هستم. به من گمان نیک میبرد، من همونجوری میکنم. بیشک من گناهکارم، خطاکارم، ضعیفم، ولی یا الله من به رحمتت، به مغفرتت، به فضلت امیدوارم، مرا ببخشای. تو کریمی، تو گناه بزرگ میبخشی. لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ کس حق ندارد از رحمت الله ناامید شود و هیچ عالمی هم حق ندارد دیگران را ناامید بکند. هم تذکر بدهد، هشدار بدهد. اما این که شما حتما به جهنم میروید به یک شخصی، به گروهی بگوید این نه، این دست الله. لذا گمان نیک به الله داشتن و گمان نیک به بندگان الله داشتن این خیلی مهمه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله. شما نمیرید، مرگ نیاید مگر در حالی که گمانتان به ربتان، به مولایتان، به الله نیک و خوب باشد. و بعد فرمود ان ظن اکذب الحدیث. گمان بد به یک انسان، به یک مسلمان، به یک زن، به یک مرد، تا زمانی که تحقیق نشده، تا زمانی که حقیقت و صورت روشن نشده، این بدترین دروغ. حضرت رسول فرمود، بعد اضافه کرد ولا تجسسوا. و در قرآن فرمود بعد از این گمان بد، چون گمان بد می آید از تجسسات، و فرمود که اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعضی از گمانها گناهن.
ولا تجسسوا، این پنجمینه. تجسس نکنید، جاسوسی نکنید، مخبری نکنید، یکدیگر را به چاه نیندازید. من حفر بیرا لاخیه وقع فیه، هر کسی چاهی برای کسی بکند اول خودش بعد دیگران. چهکن را چاه در پیش. من حفر بیرا لاخیه وقع فیه، کسی چاهی برای برادرش بکند آخر تو اون چاه می افتد، سقوط می کند. لذا تجسس نکنید، دنبال عیب نباشید، جستجو نکنید عیبهای دیگران را. و ششمین فرمود غیبته. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، احد حق ندارد از دیگری غیبت کند. غیبت یعنی چی؟ یعنی پشت سر بدی او را یاد کردن، ولو اینکه اگرچه آن بدی موجوده، واقعا هم گناهی داره، واقعا هم عیبی داره، ولی شما پشت سر یاد نکنید. غیبت اینه، اگر نیست چیزی او که بهتانه، او که بده. اتدرون من الغیبه؟ پرسید حضرت رسول میدونی غیبت چیه؟ صحابه گفتن الله و رسوله عالم، الله و رسول بهتر میدانند. فرمود ذکرک اخاک بما یکره، تو طوری اسم برادرت را حکایت کنی که او دوست ندارد. صحابه گفتن یا رسول الله ان کان فیه، فرمود ان کان فیه و الا فقط بهته، اگر نیست در اون این عیب پس شما بهتان زدی، افترا کردی، دروغ گفتی. لذا فرمود که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. چه مثال سختی زده است. آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده تان را بخورید؟ فکرهتموه، شما نفرت میکنید از آن. واتقوا الله، از الله بترسید. ان الله تواب رحیم، الله توبه پذیر و مهربانه. اینه در حدیث آمد رسول الله فرمود، روزی فرمود یا معشر من آمن بلسانه ولم یفضل ایمان الى قلبه، ای کسانی که شما ایمان به زبان آوردید ولی ایمان هنوز به دلهایتون ریشه ندوانیده، داخل نشده. لا تغتابوا المسلمین، مسلمین را غیبت نکنید. ولا تتبعوا عوراتهم، دنبال عیبها و رسوایی اونها نباشید. کسی دنبال رسوا کردن و خار کردن و ذلیل کردن برادر مسلمان باشه، بداند خدا او را تعقیب میکند. فان الله یتبع عورته، و کسی که الله رسوایی او را تعقیب بکند در خانه اش او را رسوا میکند. بترسید از این فرمود. و بعد فرمود که افتخارات نکنید به یک دیگر که نسب من بهتر، من از فلان فامیلم، از فلان زهی هستم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردمان ما شما را از یک مرد و زن، از یک حوا و آدم آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را قبیله و شما را فامیل آفریدیم، ملت و قوم و گروه آفریدیم. لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسید. اما افضل کیه؟ بهتر کیه؟ بهتر آن است که از خدا بیشتر میترسد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد الله همان است که او با تقوا ترین، پرهیزگار ترین. رسول الله روزی فرمود سبحان الله، بعد از طواف، بعد از فتح مکه فرمود گوش کنید الحمدلله ان الله اذهب عنکم عبیة الجاهلیه، الله افتخارات جاهلیت را از بین برده است. الناس و تکبرها و تکبرها خط بطلان کشیده بران. بعد فرمود الناس و رجلان، مردم دو نفرند، دو گروهند. یا بر تقی کریم علی الله، انسانی نیکیه، پرهیزگاریه، نزد الله عزیزه. دومین کیه؟ فاجریه، فاسقیه، گناهگاریه، شقی و بدبخت و محرومیه. هین علی الله، حقیر نزد الله، هیچ جایگاهی ندارد.